اصلا یه عده جمع شدن که این اتفاقات رو رقم بزنن. من همین الان وقتی خوندم گفتم بیام بشینم همین ویدیو رو ضبط بکنم و آینده درب و داغونی تو همین چند روز آینده واسه کشورمون دارم میبینم چه اتفاقاتی، چه جوانایی از دست خواهند رفت. دارم میبینم که داغ تو دل چقدر مادر میشینه و این بچه حق داره بیاد تو خیابون و شما گوه میخورید که بخواید به اینا بگید آشوبگر و اراذالوباش و اینا. اراذالوباش شماهایی که اصلا به فکر مردم نیستید. اراذالوباش شماهایی که اون بالا نشستید، هر جوری که عشقتون میگیره میکشه تصمیم میگیرید واسه این مملکت. اراذالوباش شماهایید، آشوبگر شماهایید. چی کردید واسه این مردم که ازشون انتظار احترامم دارید؟ چیکار کردید؟ جز اینکه کلا با مغز و روح و روان ما دارید بازی میکنید، کار دیگه بلدید بکنید؟ خداوکیلی بلدید؟ شد یه روزی ما بخوام شب بخوابیم با آرامش ذهنی بگیریم بخوابیم؟ یه قصه داستانی درست نکرده باشید؟